نشریه روسی لنتا روز 6 سپتامبر سال 2023 ویدیوی از جانب مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی روسیه ارائه شده را نشر کرد که در آن جریان مصادره 270 کیلو هیروئین از یک نرکبران از تاجیکستان با نام غلام جان را نشر کرد. قبلا روز 1 سپتامبر خبر رسیده بود که پلیس در ولایت مسکو روسیه از یک قاچاقبر 270 کیلو مواد مخدر به احتمال غالب هیروئین را مصادره کرده است. ایرین واک سخنگوی وزارت کارهای داخلی روسیه گفته بود که کارمندان پلیس در منطقه نرفامینسک ولایت مسکو از یک شهروند خارجی تقریبا 270 کیلو مواد مخدر دریافت و مصادره کردند. باور می رود که 270 کیلو مواد مخدر مصادره شده هیروئین بوده. نرخ آن در بازار سیاه نه کمتر از 12 میلیارد روبل یا حدود 3 میلیون دلار است. چنین مقدار بزرگ هیروئین در روسیه در سالهای اخیر بار اول مصادره می شود. وزارت کارهای داخلی روسیه اسم نرکبران دستگیر شده و از کدام کشور بودن او را نشر نکرده است، ولی تلگرام کانال مشک به مقامات حفظ حقوق روسیه نزدیک است با تکیه به منابع خود خبر داد که این مقدار بزرگ هیروئین را در ولایت مسکو از یک شهروند تاجیکستان با نام غلام جان پیدا کردند. بنا به اطلاع این کانال غلام جان در حدود جمعیت بغداری شلکویک در دهه لوبانوی نویه ایسترا به سر می برد. کارمندان پلیس اول از کرسی قفای ماشین غلام جان 1 کیلو بار یافته تصمیم گرفتند که مکان زیستش را هم کوفت و کوب کنند و در این خانه یک خزینه بزرگ را پیدا کردند. 214 کیلو هیروئین در بسته و تقسیم کرده شده باقی موندهش در 6 خلطه که هر کدامش 8 کیلو و 300 گرم نگاه داشته می شد. در عموم غلام جان 270 کیلو مواد مخدر را پنهان کرده بود و توسط ماشین تمغه فولکسواگن پولو می فروخت. به ضد او پرونده جنایتی گشودند و اکنون غلام جان را به جای زندگی شاهانه کنج زندان منتظر است. نوشته از کانال مش. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساسی تولید هیروئین، افیون و حشیش دنیا 1370 کیلومتر مرز مشترک دارد، در سالهای اخیر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی به بازارهای سیاه شمال سیاره اساساً به روسیه و قزاقستان تبدیل یافته است.